واقعا هم نوای خوش و دلاشوب روح و جان را نوازش میکند. به هر نفری که از صبح صادق به انا همین گونه نوازش های دلنشین گوش می‌نهند، فکر میکنم در دوام روز طبعشان خوشحال و بولیده روح میگردد. و بیننده های عزیز، در این قسمت برنامه در مهمانی برنامه صبح تاجیکستان حضور دارند مطرب با استعداد و جوان محسن فیض‌الله. خوش آمدید و روز شما به خیر و شادی باشد. تشکر زیاد. روز شما و بینندگان به خیر و شادی باشد. آمادگی شما به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی چگونه است؟ آمادگی ما بسیار در سطح عالی بسیار خوب است که ما با همراهی ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت کار کرده ایستاده‌ایم. بسیار تیاری جدی دیده ایستاده‌ایم. تیاری ها خوب است. پیوسته آهنگ هایی که وطن دوستانه هستند و ایجاد می‌نماییم و پیشکشی بینندگان می‌گردانیم. جشن استقلال دولتی بسیار جشنی پرشکوه است که با همراهی استادان بسیار تیاری جدی دیده ایستاده‌ایم. آن آهنگ هایی که ما ایجاد کرده ایستاده‌ایم باور داریم که در دل بینندگان حس وطن دوستی را زیاد می‌کند. محسن میگفتید که محبت مادر وطن را توسط نوا میتوان بیان کرد؟ البته توسط آهنگ هایی که پیشنهاد میکنیم و نوازش میکنیم حس وطن‌داری را یعنی به مختصان یعنی و تماشابینان میرسونیم که یعنی وقتی که آهنگ را پیشنهاد میکنیم یعنی وقتی نواختن با احساسات با الهام تازه یعنی میگیریم. همان زیبایی های وطن پیش نظر جلوگر می شود. تاجیکستان بسیار کشوری بهشت آسا می باشد، یعنی بسیار منظره های زیبا و تماشاباب دارد. البته این هم زیبایی ها منبع الهام ماست. ارمغان هنری شما برای تماشابینان ما کدام است؟ البته یک نوازش دلنشینی را پیشکش بینندگان می گردانم.
تشکر زیاد میگویم از شما برای اشتراک در برنامه صبح تاجیکستان، برای اینقدر نواهای دلنشین که بهره تماشابینان عزیز ما پیشنهاد نمودید. بار دیگر خوش آمدید. و بیننده‌های عزیز یادآور می‌شویم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند مطرب جوان و با استعداد محسن فیض‌الله.